صندلی تویوتا کمری مدل XV40 با طراحی ساده و نشیمن فوق‌العاده راحت و ارگونومی. روکش این صندلی پارچه تنفس‌پذیر زیر تعریقه. سمت رانندش ده حالت برقیه، سمت شاگردش دستیه. دو طرف گردگون صندلی داره. بریم برای تست آپشناش. آپشن این صندلی اولین مورد غیر این صندلی برقیه. تنظیم نشیمن و شیب زیرزانو برقی. ارتفاع کل صندلی برقیه. این صندلی تکیه‌گاهش هم برقیه و برای قسمت گودی کمر و کمردرد مسافرت طولانی گودی کمر برقی هم داره. صندلی تویوتا کمری مدل XV40 با طراحی ساده و نشیمن فوق‌العاده راحت و ارگونومی. روکش این صندلی پارچه تنفس‌پذیر زیر تعریقه. سمت رانندش ده حالت برقیه، سمت شاگردش دستیه. دو طرف گردگون صندلی داره. بریم برای تست آپشناش. آپشن این صندلی اولین مورد غیر این صندلی برقیه. تنظیم نشیمن و شیب زیرزانو برقی. ارتفاع کل صندلی برقیه. این صندلی تکیه‌گاهش هم برقیه و برای قسمت گودی کمر و کمردرد مسافرت طولانی گودی کمر برقی هم داره. صندلی تویوتا کمری مدل XV40 با طراحی ساده و نشیمن فوق‌العاده راحت و ارگونومی. روکش این صندلی پارچه تنفس‌پذیر زیر تعریقه. سمت رانندش ده حالت برقیه، سمت شاگردش دستیه. دو طرف گردگون صندلی داره. بریم برای تست آپشناش. آپشن این صندلی اولین مورد غیر این صندلی برقیه. تنظیم نشیمن و شیب زیرزانو برقی. ارتفاع کل صندلی برقیه. این صندلی تکیه‌گاهش هم برقیه و برای قسمت گودی کمر و کمردرد مسافرت طولانی